موسی عصای خود را بر زمین انداخت و آن عصا تبدیل به ماری عظیم شد. گفتیم از موسی، از تولدش، از بزرگ شدن او در کاخ فرعون، از هجرتش از مصر، دوباره بازگشت او به مصر و این بار در میان مسیر رسیدن او به رسالت. بعد از آن که خداوند او را به مقام رسالت رساند و به او 2 معجزه داد، به سمت مصر نزدیک می شد. خداوند به دل برادرش هارون انداخت که به دروازه مصر برو به استقبال برادرت موسی. این برادر در دروازه موسی را دید و یکدیگر را در آغوش کشیدند و همدیگر را بوسیدند و بوییدند و به سمت منزل می رفتند. این بار نوبت مادرش یوکابد شد. یوکابد فرزند خود را دید، در آغوش کشید و بوسید و از او پذیرایی می کرد. و 3 روز به این منوال گذشت که سبطیان بنی اسرائیلیان به دیدن موسی می آمدند و موسی آنها را از مقام رسالت خود آگاه می کرد و ایشان به خداوند ایمان می آوردند و بسیار خوشحال بودند. پس از آن چند روز خداوند به موسی فرمان داد تا با برادر خود هارون به سمت فرعون برو که او سرکشی می کند، طغیان می کند، بر بندگان ما ظلم می کند و خود را خدا می خواند و از یاد من و ابلاغ رسالت خود کوتاهی نکن. سپس به آنها سفارش کرد که با فرعون با زبان نرم و خوی نیک سخن بگویید، شاید طبع سرکش و طغیانگر او را نرم سازید و سخن دلپذیر شما در قلب او نفوذ کند و سرانجام از خدا بترسد. موسی و هارون عرض کردند ما از قدرت و خشونت فرعون بیمناکیم، شاید وی خشمگین شده و بر ما تندی کند و شتاب زده ما را کیفر کند. خداوند به آنها فرمود از آنچه تصور می‌کنید از جانب فرعون به شما برسد نترسید که من با شما هستم، شما را می‌بینم، می‌شنوم و شما را از هر شری در امان نگاه می‌دارم. به سوی او برود. موسی و هارون دستور پروردگار خویش را اجابت کردند و به سوی فرعون می‌رفتند. به قدری قصر فرعون بزرگ بود و عظمت داشت به مثال شهری می‌ماند و این شهر تا شهر ایشان فرسنگ‌ها فاصله بود و مسیری طولانی بود که ما بین این مسیر درها و دروازه‌هایی وجود داشت و در بین آنها درختان، نهرها، جنگل‌ها، دیوارهای بلند و حیوانات زندگی می‌کردند. موسی بر هر دری می‌رسید عصای خود را می‌زد و آن در مفتوح می‌شد. اما از آن بیشه‌ها که می‌گذشت از هیبت و عظمت موسی هیچگاه این شیران و موجودات و حیوانات به او آسیبی نمی‌رساندند. تا می‌رسید به دربار فرعون. به دربانان و نگهبانان اعلام می‌کرد من رسول خدا هستم و آمدم برای هدایت فرعون و او را به توحید و یکتاپرستی دعوت کنم. اما دربانان و نگهبانان از خشم و خشونت آن ظالم بیم داشتند این سخنان را به او بگویند و می‌گفتند موسی دیوانه است و این خبر را به فرعون نمی‌دادند. چرا که موسی لباسی بر تن می‌کرد شبیه شبانان، لباسی پشمین، کلاهی پشمین، کفشی بر پا داشت که از نخ درخت نخل بود و او را شبیه شبانان ساخته بود. و هر بار می آمد و می گفت دیگران می گفتند موسی دیوانه است و این خبر را به فرعون نمی دادند و همگان از او بیم داشتند. می گویند این مسیر 2 سال به طول انجامید. تا آنکه روزی در محفلی فرعون و ندیمان با مسخره‌ای نشسته بودند. آنگاه که فرعون از عظمت خود نام می‌برد و از الوهیت خود و اینکه او خدای همگان است داشت سخن به میان می‌آورد که مسخره آنجا گفت شگفت انگیزتر از این موضوع این که فردی مدت هاست به پشت در دربار می‌آید و می‌گوید رسولی است از جانب خدا، خدای غیر از تو فرعون. فرعون را خشم گرفت و گفت او کیست که ادعا می‌کند از جانب خدایی آمده غیر از من؟ او را به پیش من بیاورید. و مسخره بیرون از آن محفل رفت و موسی و هارون را به سمت فرعون آورد.
موسی بر فرعون وارد شد. فرعون که او را شناخت و از این که او تربیت شده سابق خود او بود در شگفت شد و این اقتضا داشت که او وفاداری می‌کرد و فرعون را خشمگین نمی‌ساخت و بر او یادآوری کرد که تو در منزل و کاخ من بزرگ شدی و بر او منت می‌گذاشت و بر او یادآور شد که تو کسی از فرعونیان و قبطیان را کشتی. آیا کسی که قتل کرده مورد لطف و عنایت خدا قرار می‌گیرد؟ این خدای تو کیست؟ و موسی در پاسخ به ایشان گفت من قصد کشتن قبطیان را نداشتم، فقط در نزاعی بر او سیلی زدم و فکر نمی کردم سیلی زدن من باعث مرگ و کشته شدن یک فرعونی شود و من رسول رب العالمینم. فرعون به او می گفت خدای تو کیست؟ و موسی به ایشان گفت خدای من خدای جهانیان است، خدای زمین ها و آسمان هاست، خدای پیشینیان است، خدایی که قبل از تو فرعون و زمان پدران تو بوده، قبل از اینکه فرعونی باشد آن خدا بوده و خدایی میکرد. فرعون پاسخ داد این موسی دیوانه است و در مورد مسائل عجیب و غریبی صحبت می کند. وقتی موسی دید که فرعون صحبت‌های آنها را نمیپذیرد و سر باز می‌زند، شروع به تهدید فرعون کرد و به او گفت خداوند بندگانی را که دعوت رسولانش را نمیپذیرد بر آنها عذاب فرو می‌فرستد. در این هنگام فرعون از موسی بیشتر سوال کرد که این خدای تو کیست؟ و با دلایل و استدلال‌ها و صحبت‌های موسی، فرعون که دید دارد بر شوکت و عظمت او خدشه وارد می شود و تضعیف می شود، رو کرد و به وزیر خودش گفت هامان برای من برجی بساز و قصری که رو به آسمان ها برود بسیار عظیم و بلند. من می خواهم از آن برج و پله ها و آن قصر بالا بروم و از این زمین بسیار فاصله بگیرم، به خدای موسی نزدیک شوم، ببینم این خدایی که موسی می گوید کیست. فرعون می گفت من فکر می کنم این موسی دروغ می گوید و دستور دادند تا بردگان و کارگران شروع کنند به ساختن برجی عظیم با پله های بلند رو به آسمان و قصری عظیم تر از گذشته بسازند که شروع شد و سالها به طول انجام. اما از آنجا که خدا خدایی می کند زمین لرزه‌ای فرستاد و تمام زحمت سالهای آنها برباد رفت و آن قصر و آن برج بر زمین فرو نشست. فرعون معمولاً بر سر خود تاجی عظیم از طلا و جواهر می‌گذاشت و سر و صورت خود و ریشش را با طلا و نقره و زر و سیم می‌بافت و این طلایی که بر سر و صورت خود می‌بافت و تاجی که بر سر می‌گذاشت، زیورالاتی که بر گردن می‌آویخت، لباس‌های فاخری که بر تن می‌کرد و همه با طلا و جواهر آذین شده بود و می‌رفت بر بالای تاج و تختی می‌نشست تا دیگران بر او مسلط نباشند و زمان طلوع خورشید چنان نوری بر صورت او میتابید و آن تاج و آن زیورالات صورت و طلاها درخشش میکرد. او از آن بالا چنان عظیم و چنان با شکوه دیده میشد که کسی از عیوب او باخبر نبود. او مردی پیس بود، پایی که میلنگید و سری که کچلی داشت، اما این همه عیوب او را کسی باخبر نبود. چون بحث و مناقشه میان فرعون و موسی بر سر رسالت الهی او بالا گرفت، فرعون از موسی دلیلی شاهد بر صدق گفتارش خواست. موسی علیه السلام گفت حتی اگر نشانه آشکاری بر رسالتم بر تو بیاورم نمیپذیری؟ در آن هنگام موسی عصای خود را به جانب فرعون بر زمین انداخت و آن عصا تبدیل به ماری و اژدهایی عظیم شد که چون شیران غرش می‌کرد و پای بر می‌داشت و بر هر چیز می‌گذاشت آن را تخریب می‌کرد و صحنه‌ای مهیب و ترسناک بود که صدای تضرع و ناله مردم بلند شد
و فرعون خود را از تخت به زیر انداخت و در هنگام افتادن تاج از سرش افتاد و کچلی او پیدا شد و خواست که با به فرار بگذارد، لنگش پایش هم دیده شد و لباس او که به کنار میرفت در هنگام فرار پیسی تنش را همه دیدند و در آن زمان شکمش اجابت کرد. با ناله و بیچارگی به موسی گفت: الامان ای موسی. و موسی دست بر دهان اژدها گرفت و او مجدد عصا شد. در آن هنگام خواستند غلامان فرعون به سمت موسی بروند که موسی دست در لباس خود کرد و چنان که برآورد دست او چنان درخشنده بود که همه خیره شدند و غلامان پا به فرار گذاشتند، عقب رفتند. فرعون به موسی گفت: ای موسی، تو را خدایی است بزرگ که بر تو 2 حجت قوی داده. با اهل خود برو، فردا که بیایی من و قومم به تو ایمان می آوریم. فرعون تمام سپاهیان خود را جمع کرد و به سرهنگان سپاه خود گفت: به دلم افتاده باید به خدای موسی ایمان بیاوریم. او حجتهای نیکی آورده. همه به هامان نگریستند. هامان رو کرد به فرعون و گفت: سال هاست که خدایی می کنی، اینک می خواهی خود را به ذلت عبودیت بیندازی؟ یا موسی را زندان کن، یا او را می کشیم یا از مصر اخراج می کنیم. فرعون به هامان گفت: او عصایی دارد که بر زمین می اندازد و اژدها می شود. هامان گفت: آن عصای او جادوگری است، سحر است و او سحر را خوب آموخته. ما هم سپاهی به اطراف مصر می‌فرستیم و تمام ساحران و جادوگران قوی را به مناظره با موسی دعوت می‌کنیم. از موسی زمان بخواه و زمان بده تا این امر را انجام دهیم. این زمانی که خواستند تا با موسی مناظره کنند 40 روز به طول انجامید. تمام سپاه فرعون به مصر رفتند و قوی ترین جادوگران و ساحران را به مناظره به قصر فرعون دعوت کردند. ساحران و جادوگران که 72 تن بودند و 70 تن آنها سبتیان و 2 تن از آنها قبطی بودند، قبل از آنکه اجابت کنند بر سر گور پدران خود رفتند و آنجا با پدران خود صحبت کردند که فرعون ما را به مناظره با جادوگری به نام موسی دعوت کرده که او عصایی دارد بر زمین میاندازد و اژدها می شود. صدایی از گور پدران بلند شد که به آنان گفتند: بروید، به آن مناظره بروید، اما قبل از مناظره سعی کنید آن فردی که صاحب عصاست را خفته یابید. اگر در هنگام خفته بودن توانستید عصای او را بدزدید، او یک ساحر است و جادوگر. اما اگر نتوانستید او را خفته یابید و عصا را بردارید، پس حرکت او از جنس جادوگری و سحر نیست. جادوگران و ساحران شروع کردند به جمع‌آوری سلاح‌ها و وسایل مورد نیاز خود که بر 40 شتر سوار کردند و به سمت مصر راه افتادند.